الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رسول الله صلی الله علیه و سلم در امور دینی و دنیوی خیرخواه همه من و شما بودند. وقتی که احادیث گوهربار ایشان را مرور می‌کنیم می‌بینیم به همان اندازه‌ای که در امور دینی و شرعی و امور اخروی تأکید دارند، راهکارهایی را فراروی ما قرار دادند، در امور دنیوی هم توصیه‌های بسیار با ارزش و مهمی را به من و شما دارند. واقعا رسول الله صلی الله علیه و سلم نبی رحمت بودند. پیامبری بودند که رحمت را برای تمام بشریت و انسانها، بلکه برای تمام موجودات به ارمغان آوردند. یکی از توصیه های رسول الله صلی الله علیه و سلم به من و شما که شایستگی این را دارد که یک اصل در زندگی قرار بگیرد این هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: احرص علی ما ینفعک واستعن بالله ولا تعجز. جمله بسیار پر محتوا و با معنایی هست. احرص علی ما ینفعک واستعن بالله ولا تعجز. این مطلب در یکی از روایاتی آمده که امام مسلم رحمت الله علیه در صحیح خودش برای ما نقل فرموده. یعنی این که با استعانت از الله متعال در راستای تحقق منافع کوشا باش. هر کاری که میدانی برایت منفعت دارد، در دینت یا در دنیا و عاقبتت مفید خواهد بود، با استعانت از الله متعال و بدون هیچ گونه تنبلی و کسالت اون کار را انجام بده و انشاءالله موفق خواهی بود. در این اصل و قاعده رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را به چند امر ترغیب و تشویق فرمودند. اول این که همیشه باید تلاش کرد. احرص علی ما ینفعک. کوشا باش، تلاش بکن، دنبال منافع باش. هر جا که میدانی یک کاری مفید هست برای تو، منفعت دینی یا دنیوی رو در بر دارد، اون کار رو انجام بده. تلاش بکن، زحمت بکش. در کنار این که تلاش میکنی و اسباب را مد نظر داری و ابزار کار مد نظرت هست، از استعانت الله متعال غافل مباش. بر اسباب عمل بکن و از الله متعال استعانت بگیر و با جدیت و نشاط و با قدرت کارهایت رو انجام بده. ولا تعجز. خستگی ناپذیر باش، شکست ناپذیر باش، هم در امور دینت و هم در امور دنیا. جدیت داشته باش در کارهای خودت. اگر این سه مورد را عملی کردی مطمئن باش که موفق خواهی بود. عمل کردن بر اسباب همراه با حرص و جدیت و تصمیم قطعی به اضافه استعانت از الله متعال، فراموش نکردن دعا و استعانت از الله متعال و راه ندادن هیچ گونه عجز و ناتوانی به خود. این سه امر ضامن کامیابی و پیروزی شما خواهد بود. در این اصل
کوتاه و مختصری که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای من و شما بیان کردن، وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که اموری که برای انسان در دین مفید هستند، از نظر دیانت و از نظر اخروی برای ما سودمند هستند، به دو اصل برمیگردند. یکی علم نافع هست، دانش صحیح و مفیدی هست، و دومی عمل بر آن دانش و علم، یعنی عمل صالح، علم نافع و عمل صالح. در این روایت و در این اصل رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما دستور داده که مواظب اسباب باشیم، حریص باشیم بر چنگ زدن به اسباب. یک کاری رو با اسبابش و با ابزارش شروع بکنیم، اسباب رو نادیده نگیریم، اسباب رو مد نظر قرار بدهیم و از مسبب الاسباب که الله متعال هست استعانت بطلبیم و از عجز و ناتوانی و کسالت پرهیز بکنیم. کسالت در کار و ناتوانی در کار اون گونه که در این روایت بیان شده دو چیز هست. یکی نادیده گرفتن اسباب و عدم حرص بر اسباب، فراهم نکردن اسباب. بعضی میخواند که یک شبه راه 1000 ساله رو بروند. تمام اسبابی که هست، قواعد و ضوابطی هست، سنن و دستوراتی که در این زمینه وجود دارد، طبیعت کار رو، همه اینها رو نادیده میگیرند، چون این انسانهای موفق نمیشوند و این نشانه عجز هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن ولا تعجز، عاجز نباش، تنبلی نکن، کسالت رو و سستی رو در خودت راه نده. کسالت و تنبلی یکی این هست که انسان اسباب رو نادیده بگیرند و بر اسباب عمل نکنند. دومی این که از مسبب الاسباب غافل بشوند. هم اسباب مهم هست که شما اسباب رو مد نظر قرار داده باشید، حرکتی بکن تا اینکه برکتی بیاید، زحمت و تلاشی رو انجام بده تا اینکه منفعتی عایدت بشود، اما هیچگاه از مسبب اسباب و از الله متعال غافل نباش، هم در امور دینی و هم در امور دنیوی. وقتی که ما میگوییم بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز هر کاری، یعنی این که من با نام و استعانت از الله متعال، اللهی که رحمان و رحیم هست، این کار رو من آغاز میکنم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. الله متعال به ما دستور داده که عبادت کنیم الله متعال را، اما در کنار عبادت ایاک نستعین هم هست. نه عبادت و نه تلاش و زندگی، هیچ کدام از اینها بدون از استعانت الله متعال برای ما میسر نیست. پس بنابراین صلاح دین و دنیای ما و راز موفقیت ما در دین و دنیا این هست که بر اسباب عمل بکنیم و از مسبب اسباب کمک بطلبیم که ما را در این مسیر و این راه موفق بگرداند. امام شافعی رحمت الله علیه میگوید که احرص علی ما ینفعک، همین مطلب را کوشا باش در آن چیزی که برای تو مفید هست، و دع کلام الناس، به حرف مردم گوش نکن که مردم درباره تو چی میگویند. فانه لا سبیل الی السلامة من السنة العامة. هیچ انسانی از گزند زبان مردم دور نخواهد ماند. اما شما اهمیت نده به مردم، اسباب را فراهم بکن و از مسبب اسباب
کمک بگیر. احرص علی ما ینفعک واستعن بالله ولا تعجز. با استعانت از الله در راستای تحقق منافع کوشا باش. یک میان برنامه کوتاه خواهیم دید و بعد از آن در خدمت شما انشاءالله خواهم بود. فَآمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر آنها ایمانی به مانند ایمان شمای صحابه بیاورند به طور قطع هدایت یافتند و اگر از حق روی گردانی کنند پس راه مخالفت و دشمنی را در پیش گرفتند و به زودی الله تو را در برابر شر آنها کفایت خواهد کرد و او شنوا و داناست. آری خواهران و برادران گرامی، پیامبر رحمت صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند احرص علی ما ینفعک واستعن بالله ولا تعجز. با استعانت از الله متعال در راستای تحقق منافع دینی و دنیویت کوشا باش. علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه در توضیح این مطلب و این اصل میگوید که امر بسبب المأمور به و هو الحرص علی المنافع. این اصل یک دستوری هست که ما حریص باشیم بر سبب مأمور بهی، سببی که مأمور هستیم که آن سبب را عملی بکنیم و اون سبب همون حرص بر منافع هست. انسان مسلمان باید همیشه منفعتها را مد نظر داشته باشد. انسان مسلمان کاری را بدون منفعت و بدون فایده انجام نمی دهد. بیهودگران نیست. هر کاری را با یک هدفی انجام می دهد و در کار خودش دنبال منفعت و عاید هست. کار بیهوده انجام نمی دهد. و امر مع ذلك بالتوکل و هو الاستعانة بالله. در کنار این که امر شدیم به سبب که حرص بر منافع هست، در کنار این ما امر شدیم به توکل بر الله متعال که همون استعانتی هست که در این روایت اومده که واستعن بالله. و هرگاه که ما یکی از این دو قضیه و دو جنبه رو نادیده بگیریم، یعنی این که در آن مورد نافرمانی کردیم از رسول الله صلی الله علیه و سلم. زمانی ما موفق هستیم که اسباب را مد نظر قرار داده باشیم و در کنار آن استعانت بکنیم بر الله. توکل ما و اعتماد ما فقط و فقط بر الله متعال باشد که مسبب اسباب هست، نه اینکه تمام اعتماد ما فقط و صرفاً بر روی اسباب باشد. اسباب مهم هست. الله متعال موفقیت را منوط بر این اسباب قرار داده. بدون اسباب شما به موفقیت نخواهید رسید. اما اعتماد شما، توکل شما نباید بر اسباب باشد، بر مسبب اسباب باید باشد. بدون از توفیق الله متعال و موفقیتی که از جانب الله متعال عاید انسان بشود، انسان نمیتواند که صرفاً با اعتماد بر اسباب به جایی برسد. ابن رجب رحمت الله علیه میگوید که
من ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله الى من استعان به فصار مخذولا. هر کسی که استعانت از الله متعال را رها بکند و از غیر الله استعانت بجوید، توکلش و اعتمادش بر غیر الله باشد، الله متعال چنین انسانی را محول می کند به هر همان چیزی که به آن توکل کرده. می سپارد من و شما را بر همان موردی که اعتماد داریم و به چیزی که آن را پشتوانه خودمون قرار دادیم. و قطعا کسی که پشتوانه اش غیر از الله متعال باشد ناکام خواهد ماند. پس بنابراین همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند در امور دینی و دنیوی من باید حریص بر منفعت باشیم، بر خیر باشیم، کارهای مفیدی رو باید انجام بدهیم، اسباب را مد نظر قرار بدهیم و در کنار آن استعانت ما و توکل و اعتماد ما صرفاً و فقط بر الله متعال باشد. چه بسا انسانهایی هستند که از نظر اسباب چیزی رو کم ندارند، از نظر علم و دانش چیزی رو کم ندارند، کارکشته هستند، مجرب هستند، راهکارهای شغلی رو که در پیش گرفتند کاملا میدانند، اما موفقیت عایدشان نمی شود، زیرا که توکلشون و اعتمادشون بر الله متعال نیست. احرص علی ما ینفعک واستعن بالله ولا تعجز. با استعانت از الله متعال در راستای تحقق منافعت کوشا باش. یکی از بزرگان و ائمه سلف یک جمله بسیار جالب و زیبایی رو دارند. ایشون میگوید که یا رب، ای پروردگار من، الهی، عجبت لمن یعرفک کیف یرجو غیرک. در شگفتم از کسی که تو را میشناسد چگونه میتواند که امید به کسی دیگر ببندد. آنهایی که از لطف الله متعال، از رحمت الله متعال، از انعامها و نعمتهای الله متعال آگاهی و اطلاع دارند، به هیچ عنوان دل به غیر الله نمی بندند. عجبت لمن یعرفک کیف یرجو غیرک. تعجب می کنم از کسی که تو را بشناسد و امیدوار کسی دیگر باشد. و عجبت لمن یعرفک کیف یستعین بغیرک. در شگفتم از کسی که تو را بشناسد چه ذات با قدرت و با عظمتی هستی، چه ذات مقتدر و توانایی هستی، عزیز و غالب و چیره هستی، اما با وجود این یستعین بغیرک، از دیگران طلب کمک بکند، استعانتش و توکلش، اعتمادش بر دیگران باشد. واقعا این گونه هست. انسانی که الله متعال را بشناسد هیچگاه به غیر الله دل نمی بندد. انسانی که الله متعال را و صفات کمال و جلال الهی را بشناسد هیچگاه از غیر الله استعانت نمی طلبد. ایاک نعبد و ایاک نستعین. فقط و فقط الله را باید عبادت بکنیم و صرفاً و منحصراً فقط از الله باید طلب کمک نمود و استعانت بکنیم. نکته دیگر که در این زمینه حائز اهمیت هست، عمل کردن بر اسباب خود یک نوع عبادت و تقرب محسوب می شود. اصولی ها یک اصلی را دارند که هر امری را که انجام یک واجب متوقف بر آن امر باشد، خود آن مقدمه و امر هم در حد وجوب هست. هر چیزی را که سبب بشود که شما عبادت الله متعال را انجام بدهید، تقویت بشوید برای انجام یک عبادتی، خود آن چیز هم یک نوع عبادتی در واقع شمرده می شود.
در روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند، این خطاب به یکی از اصحابشون حضرت سعد رضی الله تعالی عنه هست، میفرمایند که انک لن تنفق نفقه تبتغی بها وجه الله الا ازددت بها درجه و رفعه عند الله. هرگاه که شما یک نفقه ای را، یک چیزی رو میخواید در یک جای هزینه بکنید و صرف بکنید که هدفتون صرفا الله متعال هست، رسیدن به رضای الله متعال باشد، این درجات شما را و بلندی شما را نزد الله متعال اضافه خواهد کرد، مقام شما بلندتر خواهد شد. حتی لقمه تضعها فی امرأتک، حتی لقمه ای رو که شما در دهان همسرت میگذاری، این هم برای شما رفع درجات خواهد بود و مقام و منزلت شما را نزد الله متعال اضافه خواهد کرد. پس بنابراین عمل کردن بر اسباب و مد نظر قرار دادن سبب و ابزار کار بسیار مهم هست. این را ما باید همیشه مد نظر قرار بدهیم، زیرا که بدون از در نظر داشت اسباب موفقیتی عاید نمی شود. و سعی بکنیم که در تمام کارهایمون پخته باشیم، کارهای دینی و دنیوی و خودمان را کامل انجام بدهیم. عبادت ما عبادت کامل و بی‌شایبه‌ای باشد، با تمام آداب و سنن و فرایض و واجباتی که هست. اعمال دنیوی رو که انجام میدهیم، کارهای روزمره خودمان را نیمه تمامه و نیمه کاره رها نکنیم، کامل بکنیم، با جدیت و حرص اون کارها را انجام بدهیم. حضرت علی رضی الله تعالی عنه میگوید که قیمت المرء ما یحسنه، ارزش هر انسان به کاری هست که در آن پخته کاری میکند، آن را کامل انجام میدهد. انسانی که همیشه کارها را ناتمام میگذارد، در کارهایش پختگی رو مد نظر قرار نمیدهد، کارهایش همیشه ناقص هست، چون این انسانی در جامعه هم ارزش چندانی رو ندارد. پس بنابراین همان گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما توصیه کردند، قبل از انجام هر کاری ما باید این حضور ذهن را داشته باشیم، سبک و سنگین بکنیم که این کار اهم از این که دینی باشد یا دنیوی باشد. این رو نگاه بکنیم که تا چه اندازه ما این کار را با اصول و ضوابطش انجام دادیم، تا چه اندازه این کار را ما می توانیم کاملتر و بهتر و پویاتر انجام بدهیم. این گونه باید باشیم. احرص علی ما ینفعک واستعن بالله ولا تعجز، با استعانت از الله متعال در راستای تحقق منافع کوشا باش و اگر این گونه بودی مطمئن باش که موفقیت و کامیابی هم قرین حالت خواهد شد و در دنیا و آخرت موفق خواهی شد. تا برنامه دیگر و مطلبی دیگر از کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.